جناب استاد دایی یکمی انصاف داشته باشید، یکمی شرم و حیا داشته باشید. این که در مورد شیخ پردل صحبت کردن و من کلیپ رو دیدم، اما زبان درازی بکنید به دعوتگری که از روزی که از دانشگاه اسلامی مدینه منوره فارغ شده تا امروز ریش خود و موی خود در راه دین سفید کرده، حماقت تا این اندازه، جهالت تا این اندازه. یک خبیثی مثلا کلیپ رو قد و برید کرده مثل کاری که قزوینی میکرد، برای تو فرستاده که بالا این داره میگه که برادران و خواهران. بله منم میگم برادران و خواهران شیعه، بله شیعیان برادران و خواهران ما هستند. اگر برادران و خواهران دینی نباشند فرض محال برادران و خواهران انسانی هستند. امشب ما جمع شدیم که تبدیل بشیم. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. من به برادران و خواهران شیعه گفتم وقتی میاد اینجا تو قیام مهرتم با خودت بیار. دوستشون داریم، از صمیم قلب دوستشون داریم. آدم یهودی بشه بهتر از اینه که سنی بشه. اوف بر این مذهب، سنی یعنی اوف بر این مذهب. آدم یهودی بشه بهتر از اینه که سنی بشه. اوف بر این مذهب. نه من تا زندم میگم عمر حرومزاده بوده، تا زندم میگم هر چی سنی حرومزاده‌ان. من میگم در قرآن کریم آیه نازل شده بر کفر عمر، این فاشه. اینو میگم آیه نازل شده سوره حجرات آیه 1 2 3 4 5. این کفر عمر رو میرسن به رسول خدا صلی الله علیه و سلم توهین کرده. به هر یک طالب علم و علمای اهل سنت و الجماعت ضرور است، یعنی فرض است و واجب است که حق را دفاع بکند. امر الله هم که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته بود که فصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین. فصدع، کلمه فصدع یعنی حق را بگو، حق را از باطل جدا بکن، با اهل حق باش. الله سبحانه و تعالی در جای دیگر بر رسول الله گفت، آیت را نازل کرد وحی را که به امت است، و قولوا قولا سدیدا. ای مسلمان ها، ای مردم، ای مسلمان ها، بگویید سخنی سدید را. سخنی سدید یعنی سخنی حق را، سخنی فرق میگذارد بین حق و بین باطل، سخنی که فرق میگذارد بین اهل حق و بین اهل باطل. سخنی سدید سخنی که تمییز میکند، جداگی میاندازد بین حق و باطل. و این آیت ها دلالت میکند که حق و باطل هرگز یک جا نیست، اهل حق و باطل هرگز یک جا نیست. در این امت در هر یک دور و زمان علمای حق، طالب علمان حق، موحدین، مسلمانان حق همیشه وجود دارند و این چنین باطل ها هستند که و قلیل من عبادی الشکور. معلوم است باطل ها زیاد است، ولی در آوان اخیر یک هفته دو هفته قبل یکی از علمای اهل سنت، یکی از مشایخ اهل سنتی که ده ها سال است کم است و زیاد همیشه در تعلیم و تربیه امت اسلام، تعلیم و تربیه ملت فارس است، به تاجیک و افغان و ایران مردم فارس توحید را میرساند، این شیخ عبدالظاهر داعی است که یک هفته قبل یک سخن در حق محمد صالح پردیل گفتند که اگر محمد صالح پردیل رافضه ها را به قلب و دل جانم دوست می‌دارم و اینو آن گفته باشد، من از این سخنش و از خودش براءت میکنم. آیا همین سخنی عبدالظاهر داعی وقتی که نظر به قرآن و سنت میکنیم خطا هست یا موافق قرآن و سنت است؟ این سخنی عبدالظاهر داعی در انا همینجا موافق قرآن و سنت و فهم سلف این امت است، موافق اجماع اهل سنت و الجماعت است. این منهج اهل سنت است و این سخن عبدالظاهر داعی حفظه الله مخالف منهج انا همین جهمی های قدیم و جدید زمان است. بله همه اهل سنت و الجماعت براءت خود را اعلان میکنند از هر کسی که رافضه را برادر گفت، هر کسی که رافضه را به قلب و دل جانم دوست میدارم گفت، براءت خود را اعلان میکنیم. کسی نباشد، شیخ است، عالم است، بزرگ است و کوچک است و زن است و مرد است، این منهج اصل دینی ما است. براءت میکنی از مشرکین، براءت میکنی از کسانی که مشرکین را مسلمان میکنی و منهج اهل سنت را نابود میکنند. آیا این چنین سخنی در تاریخ امت گذشته است؟ غیر از عبدالظاهر داعی، غیر از ما، آیا این چنین حادثه در تاریخ امت شد؟ بله شد. بیا من به تو جاهل محمد انصاری مشرک قبوری بگویم که به شیخ برآمد از تهمت و بالاخره باز به داعش طعنه زده رفت.
کسی که به این جهمی ها مخالفت کرد باز داعش میشه. هزار بار شیخ هم ما هم میگیم که ما اهل سنت هستیم، آزاد هستیم بجز منهج قرآن و سنت فهمی سلف این امت مذهب اهل سنت و جماعت، ولی مذهبشون رو فقط با تهمت پیش میبرن، علم ندارن. بیا بگوی ای محمد انصاری، ای خبیثی رافضه معابی در بین رافضه کلان شده، گوش بکن. وقتی که قرامیته ها، دولت رافضه قرامیته افریقا، لیبیا و اوستا آمد، حتی مصر را ضبط کرد، به زیر تصرفش در آورد و غصب کرد. عده بسیار از علما از این منطقه رافضه گرفته هجرت کردند، رفتند به منطقه دیگر، به حجاز و به شام و عراق و غیره، به یمن. ولیکن عده دیگری از بنام علما و بنام خطیب ها هجرت نکردند، در حالتی که فرصت و شرایطی هجرت داشتند، آزاد بودند، میتوانستند که هجرت کنند، هجرت نکردند. به اختیار خودشان در زیر دولت قرامیته رافضه ایستادند و باز امام و خطیب شدند، به منبرها می برآمدند. این امام های اهل سنت یگان عقیده رافضه را قبول نداشتند، به رافضه حتی رد میزدند، ولیکن در همون منبر در روز جمعه و روزهای عید دعا میکردند در حقی انا همون امام رافضه، یا که انا همون خلیفه میگفتند، یا که همون دولتی عبیدی یا دولت فاطمی قرامیته که بود، به همون پادشاهش دعا میگفتند که الله حفظش کند، این دولت دور دراز بکند، اینها خوب هستند. انا همچنین وقتی که انا همچنین حادثه شد، در زمانی کی بودیم حادثه؟ در زمان ابن قدامه المقدسی، در زمان صلاح الدین ایوبی، در زمان خال بچه ابن قدامه المقدسی، در زمان محی الدین المقدسی و در زمان عبدالغنی المقدسی صاحب کتاب عمدة الاحکام، یکی از خویشاوندان ابن قدامه المقدسی، برادر ابن قدامه المقدسی علامه. در زمان آمیدی این علما گفتند که همه بنام انا همین علما، انا همین امام ها، انا همین خطیب هایی که در مسجد ها رافضه ها را دعا میکنند، دعای خیر میدهند، این دولتش را دعای خیر میدهند، این حکومت رافضگی را دعای خیر میدهند و رافضه ها را یعنی به دعاهای خوب رافضه را میکنند، همشان کفار و مرتدین هستند. حکم ببر، نظر بکن. تو اگر امروز عبدالظاهر داعی را غلو کرده بگویی، عبدالظاهر داعی را اعوذ بالله طعنه به یگان متشددی و غلوی و اینو آن بکنی، ای محمد انصاری رافضی، چوجه های رافضه، از جانب دیگر خوارج تکفیری، تو باید ابن قدامه المقدسی صاحب کتاب مغنی، صاحب کتاب عمدة الاحکام، صاحب کتاب یا که دیگر از علمای زیاد آمدی و انا بالاخره فاتح باز کنندگان، فتح کنندگان این منطقه رو که به حکم تکفیر رفته فتح کرده بودند، صلاح الدین ایوبی و دیگرش رو تو باید متشدد، خوارج، من نمیدونم داعشی بگویی. تو جاهلی محمد انصاری، تو تعلیم نگرفتی، تو در نزد علمای اهل سنت ننشستی، تو یک حسودخوری جاهلی بیش نیستی و خیلی هم بی‌ادبانه در حق یک عالم اهل سنت، یک پیرانسالی اهل سنت سخن میکنی. داعش نسبت میدی که شاید ضررت همچنین شود که شیخ رو برند محکم کنند، قتل کنند. یعنی تو به همین تهمت میخواهی که شیخ عبدالظاهر داعی رو به قتل رسانند، تو میخواهی که یک تهمت کنی که عاقبت شیخ عبدالظاهر داعی رو به قتل رسانند. از الله بترس، توبه کن، از عقیده دفاعی رافضه بازگرد، توبه کن، به عقیده قرآن و سنت فهم سلف بازگرد. این واقعه که حکمی براءت کردن از همون امام هایی که خود را اهل سنت میگفتند و رافضه را دعا میکردند و دوست میداشتند، این حادثه شده بود در تاریخ این امت. علما حکم ردت مانده و براءت کرده بودند و این امروز هم اگر به وجود میکند. عبدالظاهر داعی ما میگوییم تا جایی که ما میدونیم ولا نزکی علی الله احد، یکی از علمای آزاد است، به یگان جماعت ربط ندارد و به قدر استطاعت با این همه مشقت و وزنینی دارد به دین الله دعوت میکند، حق را گفت. و باز دعا میکنیم که علمای حق گو، طالب علمان حق گو زیاد شوند، الله حفظشان بکند.